خب دوستان، میخوام آموزش نصب توالت فرنگی را خیلی ساده براتون توضیح بدم. اول توی دیوار ببینید اینجور شیری هست، بهش میگن شیر پیسوار 1/2. اینو میبندیم. بله، مرحله دوم. ببین شلنگ 2 سرمهره. این شلنگ رو وصل میکنیم زیر فرنگی و آمادش میکنیم. حالا ببینید توی کف یه اینجور لوله‌ای داره. این لوله رو با سنگ فرست کلا از کف میبریم، کلا اینجوری میشه. بعد یه دونه واشر داره، واشر لاستیکی بهش میگن. میذاریم کف فرنگی و میذاریم سر جاش. ببین وقتی گذاشتیم سر جاش دقیقاً با خودکار روی خط دور فرنگی خط میزنیم. بعد قسمت داخل خطی که زدیم و چسب آکواریوم میزنیم. خب بعد فرنگی رو ببینید همین حالت که هست میذاریمش روی خط، و این شلنگ رو وصل میکنیم به چی؟ به این شیر پیسوار 1/2. تموم. و همین سادگی و راحتی.